همون یوم الدر، حدیث یوم الدر، اولین کاری که پیامبر کرد همون اثبات افضلیت اهل بیت و امامت سنی و برتری حضرت امیرالمؤمنین هم از اول همون روز یوم الدر تا آخرین روزی که اعلام کرد ظاهرا رسما در روز قدیر. اون جشن اگر ما میخوایم تحلیل کنیم دو خاندان داشتیم و هم داریم الان. یک خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان بنی امیه. این دو تا خاندان ضد هم بودن و هنوز هم هستن. پیروانشون هم اینجوری، یعنی نمیشه پیدا بشه مثلا یکی از اهل البیت که با خاندان بنی امیه همکاری داشته باشند. اگر به نام بنی امیه باشه شاید عوض بشه، اگر عوض شد یا عقیده است یا رفتار است عوض کرده بله، ولی اگر مونده بنی امیه نمیشه با اهل بیت همکار داشته باشه اصلا از اول تا امروز. بنابراین هر جشنی، هر شادی که اهل بیت داره اونو تلاش میکنن خراب کنن از اول تا امروز. لذا شما میبینید انشاءالله در چند روز دیگه اون خاندان خبیث بنی امیه تلاش میکنن این جشنی که ما داریم الان از روزی قدیر تا امروز تا چند روز دیگه عوضش میکنن به ایام ابی عبدالله حسین. خواستن فقط این جشن رو تلخ کنن، این خوشحالی که پیامبر و اهل بیت و مؤمنان دارن قصدشون فقط تلخش کنن. لذا حادثه تلخ که روح افتاد از ابی عبدالله حسین و یارانش در ماه مبارک محرم، چون ماه محرم ماهی که متعلق به ابی عبدالله حسین، لذا ما باید بگیم ماه مبارک، اگر که ماه حزن و غم است. پس این مباهله چی میگه؟ در تاریخ نوشتن همه علما، همین جوری که سید میگفت، علما که سنی که شیعی درباره مباهله نوشتن. از آن صاحب همون نعمان در کتاب شرح الاخبار قاضی نعمانی در این کتاب مفصلا قضیه مباهله را آورد. در صحیح مسلم، در صحیح سنن ترمذی قضیه مباهله را آوردن. در کتاب‌های ما که خیلی زیاده، از تفسیر قمی، از همون کتاب الخصال و الارشاد شیخ صدوق شیخ مفید اینا آوردن. هیچ کسی تغییر نمیکنه، بل از روی غفلت از بعضی ها یا از روز عمد و حقد بعضی ها انکارش کردن.